салом дӯстони гиромӣ, ҳамзабонони азиз. дарси 25 аст аз силсила дарсҳои туркӣ дар 99 рӯз. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба дарси имрӯза ва ба канали худмон. Салому алейкум аркадашлар, насилсинез, iyi misiniz? Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Safa getirdiniz. Bugün 25. ders Türkçe dersi. خب دوستان گرامی آغاز میکنیم درس امروزه درباره تئاتر، یعنی یکم بیش میرود صحبت. خب مثلا در اینجا یعنی تئاتر دیگر در بسیاری زبان ها تئاتر میشود، اما در زبانی ترکی یک کمی تلفظش فرق میکند. تئاترو اما همون تئاتر است. با زبان انگلیسی تئاتر، در زبان ترکی تئاتر، در زبان روسی تئاتر، در زبان ترکی تئاترو. در درسی گذشته در خاطر داشته باشید، در اینجا رو گرفتیم، درسی 24 گرفتیم و اینو ترجمه کردیم و خب این درس از اینجا آغاز میکنیم. کسانی که بار اول درس های ما را تماشا دارن لطفاً به درس های قبلی مراجعت کنند. یعنی ترکی در 99 روز این سلسله درس ها بگم که برای نو آموزان هستند، برای کسانی که نو یاد گرفته هستند زبان ترکی را از صفر شروع میکنند. یعنی از اول درس ها بران اگر از درس یکم از صفر درس ها هست. یعنی خب کتابی یابانچılar için Türkçe است. sayfa 14 dayım. خب üçüncü metin yani metin همون متن می شود. o nasıl biri در زبان تاجیکی خب میگیم که وای چخیلی آدم است، وای چگونه آدم است، وای چگونه به نظر می نماید، یعنی که شکلش چخیلی است، صورتش چخیلی است، مثلا رفتارش چخیلی است، عموما چخیل انسان است. وای یعنی وای می شود در زبان ترکی نسل، یعنی چخیل یک می شود، بیری یعنی نفری معین مثلا. اما بیری در اینجا به معنای همون چگونه به نظر می نماید معنی میده. خب در اینجا نگاه کنیم. هالوک نامی آدم است، یعنی نامی خب مردانه است. هالوک bir tiyatro oyuncusu. میگوید که هالوک یک بازیگری یا نقش آفری در تئاتر است. یعنی oyuncu گفته بازیگر می شود. بازیگر در زبان تاجیکی یا که همون نقش آفر یا که همون هنرپیشه، اون یک هنرپیشه ساحه هنرپیشه تئاتر است. O 23 yaşında, vay 23 سال دارد. O 23 yaşında, vay 23 سال دارد. uzun boylu. خب uzun گفته بلند رو میگن، قد بلندی رو میگن. boy گفته قد رو میگن. uzun boylu kişi قد بلند میشود. uzun boylu قدی بلند دارد که در تاجیکی قد بلند میگیم. ve zayıftır. Zayıf ve zayıf است. Zayıf گفته به معنای خراب است، یعنی فربه نیست و خراب است. یعنی onun kahverengi گفته به زبان ترکی قهوه‌رنگی می شود، یعنی رنگی قهوه‌رنگی، و در زبان انگلیسی brown همون قهوه‌رنگی. gözleri چشم، یعنی چشمانی وی قهوه‌رنگ است. خب کسا saçları موی سری کوتاه دارد. موی سر کوتاه است. خب var yani هست. o neşeli ve güler yüzlü. O neşeli ve güler yüzlü. میگه که وای انسانی خوشحال است، انسانی وقتچاق است
و گلر گفته گلر یعنی خندان تبسم کننده چهره کشاد دارد، یعنی چهره کشاد خندان رو هست بگیم. خب یوزلو اما biraz dağınıktır. Ama biraz dağınıktır. Yani میگه لیکن یک کمی چی است دانک گفته به سر و سامان به ترتیبی را میگن. یعنی یک کمی به سر و سامان است، یعنی به ترتیب است. یعنی به ترتیب چه خیلی مثلا شاید که موی سرش رو شونه نمیکند، شاید که مثلا کرته هایش رو درزمال نمیکند، یعنی مرتب نیست گفته. خب او صحنه بعضن ششمن و در صحنه بعضی وقت فربه کل گفته کال، یعنی بعضی وقت کال و سینیرلی گفته بعضی وقت مثلا آدمی عصبی یعنی غضبناک، بعضن uzun saçlı, bazen موهاش دراز، کمیک و نشلی. کمیک گفته یعنی شوخ را میگن، خنده آور، شوخ خنده آور را میگن. خب و bazen de üzgün bir insan oluyor و bazen میگد که یک انسانی غمگین هست. غمگین گفته یعنی خوشحال نیست، یعنی یک انسانی است که در چهرهش غم هست. یعنی چگونه که در تئاتر هنرپیشه ها یا که همون بازیگرا نقش میآفرند به مثل همون یعنی oluyor میباشد. Tiyatrocu arkadaşları da yani dostانی که در تئاتر بازی میکنن، یعنی همون tiyatrocu گفته همون هنرپیشه، dostانی هنرپیشهش هم میشود، هم onun gibi oyunlarda ağlıyor. و مثل وی نیز در نقش ها در همون بازی ها چیکار میکنن؟ گریه میکنن. ağlıyor یعنی گریه کردن، ağlıyor yani geriye kardan, gülüyor yani tebessüm میکنن، میخندن، kızıyor yani غضبناک میشوند، قهر میکنن، بگیم که خشمگین میشوند، عصبانی میشوند. mutlu yani شاد، utangaç yani şermgin خجالت زده veya گفته یا که korkunç، ترسناک یعنی در حالت خوف و ترس مثلا قرار دارن، یعنی میباشن. خب çünkü hayat bir tiyatro، çünkü hayat bir tiyatro، به خاطر که یا هم çünkü در ترکی میگه چونکه حیات خودش به مثل یک تئاتر است. برای چی در این میگم که حیات خودش به مثل یک تئاتر است؟ به خاطر که در همین حیات ما و شما گاه گریه میکنیم، گاه میخندیم، گاه تبسم میکنیم، گاه زیغ میشویم، گاه بگیم که عصبانی میشویم، گاه در حالت بگیم که عادی قرار داریم. یعنی حیات سرتاسر پر از همین مشکلات و خوشبختی و غم و اندوه و به سر و سامانی و به ترتیبی و مرتبی و شادی و سرور و همه چیز در حیات هست. بنابراین همین تئاتر به مثل یک حیات است که حیات انسان ها را در تئاتر برای ما و شما تماشابینان پیشکش میکنن که حیات انسان همین است. خب anlama یعنی قسم فهمیدن است در اینجا. خب اما وقت درس ما هم به پایان رسیده است، بنابراین این را از درس آینده میگیریم، چون که درس های ما 10 دقیقه در نظر گرفتگیم، 10 دقیقه. خب در اینجا از درس آینده از اینجا آغاز میکنیم. خب دوستان گرامی، یگان توصیه، پیشنهاد، یگان گفتنی داشته باشین در زیر شرح نویسین و اگر مهمان باشین لطفاً آبونه شدن را فراموش نکنین و تا درس های نوبتی خدا نگهدار، موفق و مؤید سربلند باشین. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.